سلام، وقت همگی بخیر. شبتون بخیر. از هر جایی که ما رو تماشا میکنید خوشحالم که به ما پیوستید. این اولین لایو از دور جدید گفتگوهای اینستاگرامی سلریار ما ماه گذشته برای 4 هفته از هفته پایانی تیر ماه تا پایان هفته سوم مرداد ماه در لایو سلریار تقریبا هر شب با افراد مختلفی صحبت کردیم، از سلرهای آمازون تا سلرهای دیجیکالا، فروشندگان در اینستاگرام، با شرکت‌های لوجستیکی و بسیاری دیگر از مشاوران توسعه کسب و کار و افراد دیگری که از نظرمون اجزای اکوسیستم فروش آنلاین میتونستن در واقع از این گفتگوها احساس بکنن که چیزی یاد میگیرن و براشون مفیده. از همه مهمتر سلریار رو ما همواره به عنوان یک هاب یا کامیونیتی در واقع اجتماع سلرها، فروشنده های آنلاین در نظر میگیریم. این چشماندازی است که از ابتدای توسعه سلریار باهاش در واقع همواره حرکت کردیم و امیدواریم که این گفتگوها بتونه برای شما هر زمانی که می‌بینید این لایو ها رو کمکی بکنه. من جلال صمیمی هستم، مدیر محتوا و آموزش سلریار. سلریار یک میان افزاره برای کمک به همه فروشندگان آنلاینی که در مارکت پلیس ها کار میکنن. امشب در اولین لایو از دور جدید لایو های شبانه سلریار میخوایم با جناب آقای سیدرضا آیتی از شرکت ایفا صحبت بکنیم. ایفا یک مجموعه پردازش و ارسال پیوستن آقای آیتی از ایفا از طریق ایشون باهاشون بیشتر آشنا خواهیم شد. دارن البته درخواست پیوستن میدن، امیدوارم که موفق بشیم. سلام آقای آیتی، شب شما سلام، شبتون بخیر. خوبید؟ متشکرم، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و خیلی متشکرم از اینکه به ما پیوستین. به همه کسانی که به لایو امشب سلریار هم پیوستن یک بار دیگه سلام میکنم. ما با آقای سیدرضا آیتی داریم صحبت میکنیم از مرکز ایفا که خودشون برای ما بیشتر توضیح خواهند داد. فقط این رو بگم که ما در لایو های گذشته با شرکت رونات هم صحبت کردیم و شرکت های لوجستیکی و مجموعه هایی که کار حمل و نقل و پردازش سفارش میکنن اساساً خدمت دهنده و سرویس دهنده مهمی به همه سلرها هستن و امشب هم خوشحالم که با یکی از دوستانی صحبت میکنم که 2-3 سال از سالهای خوب کاریم رو در مجموعه که ایشون هم بهش در واقع وابسته‌اند، فولدینگ فاخر و تیپاکس، صحبت میکنم. آقای آیتی ممنونم، لطفا خودتون رو معرفی بکنید و یک کمی از ایفا بگید، بعد سوالات خودم رو مطرح خواهم کرد. آقای آیتی صدای من رو دارید؟ آقای آیتی صدای من رو میشنوید؟ شاید اینترنتتون باعث شده که فریز شد تصویر و صداتون. آقای آیتی اگر صدای من رو میشنوید شاید لازمه یک بار از لایو خارج شید و دوباره برگردید. صدای من رو دارید؟ خب تا آقای آیتی از ایفا برمیگردن به لایو، من یه بار دیگه سلام کنم به همه دوستان. از لایو سلریار دور جدید رو داریم شروع میکنیم. بله فکر میکنم دوباره درخواست جوین دادم از اکانت ایفا. ما داریم با آقای آیتی از مجموعه ایفا صحبت کنیم. سلام دوباره آقای آیتی. سلام دوباره، خوبید؟ متشکرم. من اشتباهی میکنم قطع شده. خواهش میکنم.
متشکرم. مسائل کانکشن به قول این مجریای برنامه‌های تلویزیون بله. تو برنامه زنده پیش میاد. خیلی خوشوقتم که با شما گپ میزنم. میگفتم که در دوران کاری خودم 2-3 سال خیلی خوب زندگیم رو با مجموعه هلدینگ فاخر و تیپاکس گذروندم در اپراتور پست. خوشحالم که با شما به عنوان یک دوست جدید از جای قدیمی آشنا هستم. متشکرم که به لایو ما پیوستید و یه ذره اول خودتون رو معرفی بکنید، از سوابقتون بگید تا بعد سوالهایی درباره لوجستیک و ایفا ازتون خواهم پرسید. زمان ما نیم ساعته، درسته؟ فکر میکنم بعد 30 تا 40 دقیقه مفید امیدوارم که در خدمتتون باشیم. بسیار. خب من سید رضا آیتی هستم. سابقه کاریم تقریبا از سال 82 در صنعت پخش و FMCG فعالیت میکردم در سمت‌های مختلف، از مدیر فروشی، مدیر کارخانه، مدیر عاملی پخش و تقریبا از سال 98 از صنعت FMCG به صنعت لوجستیک جابجا شدم و در مجموعه هلدینگ فاخر و تیپاکس فعالیت داشتم. در تیپاکس به عنوان مدیر شبکه نمایندگان فعالیت داشتم و تقریبا از سال گذشته به مجموعه ایفا منتقل شدم و در حال حاضرم که در ایفا در خدمتتون هستم. حالا چی شد از ایفا سر در آوردین؟ با توجه به اینکه ما امشب می‌خوایم درباره لوجستیک صحبت بکنیم و لوجستیک داغ دل سلراست به اصطلاح بیشتر از همه. حالا شما متعلق به مجموعه هستید که 70 سال با فروشنده‌های کوچیک و بزرگ هم کار میکنه. اصلا بسته‌بندی تیپاکسی یک اصطلاحه، میگن این کارتون تیپاکسیه وقتی دارن سلرا صحبت میکنن. حالا راجع به اینکه سلرا با تیپاکس میونشون هم چیه شاید خطرناک باشه یه ذره حرف بزنیم، ولی شما چی شد که دعوت شدید که ما باید امشب در مورد ایفا صحبت کنم، ادامه بدیم؟ خدمتتون عرض کنم اینکه تیپاکس چرا و ایفا چرا. خب ما در هلدینگ فاخر یک زنجیره لوجستیکی رو در حال تکمیلش هستیم. در واقع تیپاکس به عنوان یک کوریر سرویس نقش فرست مایل و لاست مایل رو داره بازی میکنه و توی این مید مایل هاب ها، شبکه هاب ها و سرویس های مختلفی که در این زنجیره لوجستیکی فعال هستن، جای خالی در واقع یک فولفیلمنت سنتر در این زنجیره احساس میشد. تقریبا از 2 سال گذشته هلدینگ فاخر روی راه اندازی یک فولفیلمنت سنتر سرمایه گذاری کردیم و به این صورت که ما در این زنجیره لوجستیکی سرویس فولفیلمنت رو در ابتدا به مشتریانی که کوریر تیپاکس رو انتخاب کرده بودن بتونیم ارائه بکنیم. خب در حال رشد و توسعه هستیم، در حال مدل سازی‌هایی هستیم که بتونیم در واقع توی این زنجیره لوجستیکی بتونیم سرویس های بیشتری به مشتریان بدیم، فارغ از اینکه با تیپاکس کار میکنن یا با کوریر دیگری کار میکنن. در واقع ما توی این زنجیره تأمین لوجستیکی اتفاقی که در 2 سال گذشته در هلدینگ فاخر افتاده اینه که ما مجموعه ها رو زیر مجموعه از یک اکوسیستم بزرگ لوجستیکی داریم می‌بینیم. اکوسیستمی که لزوما فقط شرکت‌های داخل هلدینگ و شرکت‌های خواهر که با تیپاکس هم راستا کار میکنن و هم موازی هم کار میکنن فقط فعالیتشون منجر به در واقع همکاری با همدیگه نباشه. ایفا به عنوان یک در واقع فولفیلمنت سنتر قراره که نقش یک پارسل جنریتور رو در این اکوسیستم لوجستیکی در کشور بازی بکنه. یک فولفیلمنت سنتری که فارغ از اینکه خواهرخواندگی با شرکت تیپاکس و زیر مجموعه ای از هلدینگ فاخر هست بتواند با در واقع کوریرهای بیشتری کار بکنه بسته به انتخاب در واقع اون مشتری که داخل فولفیلمنت سنتر است. من فکر میکنم این نوع نگاهی که الان توی هلدینگ فاخر اتفاق افتاده و این سیاستی رو که برای ایفا تنظیم شده که ما به عنوان یک فولفیلمنت سنتر فارغ از اینکه زیر مجموعه هلدینگ هست بتونیم در این اکوسیستم کار بکنیم،
نشان از شروع یک بلوغ در این اکوسیستم هست و نشان از یک توسعه یافتگی میده که ما داریم به این سمت میریم که ببینیم نیاز مشتری چیه. نیاز مشتری رو در واقع نیایم بهش تحمیل بکنیم که فقط تیپاکس رو انتخاب بکنه. من مشتری یا من سلر برای رسیدن محصولم به مقصد با هر کوریری بتونم تو این فولفیلمنت سنتر فعالیتمو داشته باشم. در واقع این اتفاقی که الان توی 2 سال گذشته. همینجا ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. یه بار تعریف فولفیلمنت رو بگیم، شاید بعضی از مخاطبای ما با این کلمه آشنا نباشن. حتما. اساسا فولفیلمنت یعنی یکی از چی؟ چالش‌های ما ترجمه فارسی خوبی براش پیدا شده یا نه؟ جز سوالای منه. بالاخره ما من فکر می‌کنم چی ترجمه می‌کنیم؟ آره سوال خوبیه، چون من خودم موقعی که می‌خواستم بیام توی این قسمت برای خودم هم سوال بود که فولفیلمنت چیه، چه کار داره میکنه. خب خیلی جدیده توی ایران و شاید چندین سال خیلی کم هست که داره کار میکنه و خب بزرگترین فولفیلمنت سنتر کشور هم خب مربوط به خود دیجیکالا فقط به سلر خودش داره این سرویس رو میده. حالا اگر من وبسایتی داشته باشم یا یک کانال فروش آنلاین یا آفلاینی داشته باشم، قطعا نمیتونم از سرویس فولفیل دیجیکالا استفاده بکنم. پس چیکار باید بکنم؟ باید برم سراغ یه فولفیلمنت سنتر خصوصی. کی هست؟ خیلی تعداد محدود و انگشت شمار. فولفیلمنت چیه؟ چالشی که ما در مواجهه با مشتری برای مذاکره و عقد قرارداد باش داریم. ما وقتی میگیم که ما فولفیلمنت هستیم، مشتری ممکنه خیلی نشناسه این فضای در واقع گفتار ما رو. من فکر میکنم لغت مرکز پردازش لغت نزدیکی باشه به مفهوم فولفیل. حالا وقتی که ما مرکز پردازش رو میگیم، هنوز برای در واقع مشتری غریب میزنه که خب مرکز پردازش چی هست. به صورت خیلی ساده اگر بخوایم به زبان لوجستیکی این رو ترجمه بکنیم، در واقع انبارش کالا، بسته‌بندی کالا و مدیریت ارسال یک پکیجی هست که این پکیج رو ما میتونیم در واقع جزو وظایف یک فولفیلمنت سنتر قرار بدیم. توی هر کدوم از این سرویس ها یه سری ساب سیستم قرار خواهد گرفت، زیر سیستم قرار میگیره که در واقع وظایف و عملکرد فولفیلمنت سنتر رو شروع میکنه دوباره باز تعریف کردن. این رو ما روشیه که الان مدل گفتگومون هست با مشتری که بتونیم در واقع مثلا براش تعریف بکنیم که فولفیلمنت چی هست. ولی خب قطعا چالش بقیه همکارانم که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن شروع میکنن و نیاز به یک در واقع فرهنگ سازی داره تو حوزه آنلاین و حتی حوزه آفلاین که ما این مراکز رو و این سرویس رو به مشتریان معرفی بکنیم. حالا به نظرم خیلی بحث تخصصی خوبی میشه کرد. امیدوارم که سلرهای عزیز به عنوان ذی‌نفعان اصلی این گفتگو بتونن احساس بکنن که پیشنهادهای جدیدی براشون وجود داره. من توفیق که داشتم توی اپراتور پست خصوصی بودم توی مجموعه فاخر و تیپاکس، خاطرم هست که اونجا مفهومی بود به اسم فراپست که قرار بود یک شبکه‌ای باشه از ذی‌نفعان مختلفی که در واقع قرار بود به صورت end to end solution بیان به در واقع مشتریان خدمات بدن. بعدها فکر میکنم این تبدیل شد به تعریف جدیدی به نام زیبوم و در واقع با باز تعریف این اکوسیستم زیبوم قرار شد که این خدمات بتونه به شکل دیگری باز تعریف این پازل قرار میگیره با توجه به چیزی که دارید میگید و از چه بخشی از این زنجیره در واقع به سلرها کمک میکنه که بتونن کار لوجستیک. درسته، دقیقا همینی که میفرمایید. الان خب با نام زیبوم توی هولدینگ این مأموریت داره دنبال میشه، ولی خب زیبوم یک اکوسیستم بزرگتر و فراتر از چیزیه که من توی ایفا دارم دنبال میکنم. ما توی ایفا خب صرفاً بحث فولفیلمنت سنتری هستیم که با کوریرهای مختلف در فرست مایل و در لاست مایل میتونیم همکاری بکنیم. در زیبوم اتفاقی که افتاده اینه که در واقع شبکه‌ای از هاب‌ها
میدمایل های متفاوت، کوریر های متفاوت میتونن تو اون بستر فعالیت بکنن. اون یک مقدار بزرگتر از تعریفی که ما توی ایفا داریم. بسیار خوب. حالا یه بار بریم سراغ اون سرنوشت اون بسته‌ای که قراره به ایفا برسه و از ایفا خارج شه. یه ذره راجع به این سفر بسته ها صحبت بکنیم و دلم میخواد ببینم که در ایفا دارین الان با چه مدلی از فروشندگان به ویژه کار میکنید. خب ما در بسیاری از مراکز ارسال و پردازش سفارش با فروشنده های وبسایت های شخصی خودشون، با فروشنده های اینستاگرامی، با فروشنده های مارکت پلیس ها مثل دیجیکالا، با سلام، اسنپ شاپ و بسیاری دیگر از مارکت پلیس هایی که بهتر از من میشناسید روبرو هستیم. شما بیشتر در چه طیفی از مشتریان و به قول خودتون تولید کنندگان بسته کار میکنید و یک مرسوله وقتی به شما میرسه چه سفری رو در ایفا طی میکنه؟ خدمتتون عرض کنم ما مأموریتی که برای خودمون توی هیئت مدیره و توی کلان شرکت در واقع تعریف کردیم توی بیزنس مدلمون اینه که فعلا در حال حاضر 2 تا سرویس تعریف کردیم. یک سرویس فولفیلمنت بی تو بی، یک سرویس فولفیلمنت بی تو سی. این 2 تا سرویس رو ما در واقع یک مفهوم دیگری به عنوان ابر فولفیلمنت داریم پیگیری میکنیم. ابر فولفیلمنت چیه؟ در واقع شبکه ای از هاب ها و مراکز پردازش ایفا خواهد بود که در سراسر کشور قرار کنار شبکه هابی تیپاکس و در واقع میدمایل تیپاکس قرار بگیره. چه اتفاقی میفته تو اون شبکه؟ ما هر جا که تیپاکس یا افراز پایانه که زیر مجموعه هولدینگ هستن هاب داشته باشند، قرار است ما مرکز پردازش داشته باشیم. این اتفاق چه سرویسی ایجاد میکنه؟ من فروشنده کالا، فروشنده که میگم یه مقدار میخوام فراتر از سلر به قضیه نگاه کنیم. سلر دیجی کالا رو من یه مقدار بیشتر میبینم. ما دسته‌بندی مشتریانی که برای خودمون داریم میبینیم، مشتریان فارغ از اینکه در چه کانال فروشی دارن فعالیت میکنن میتوانن مشتری ما باشن. یک سلر دیجیکالا، سلر مارکت پلیس های دیگه که هستید شما؟ میگم من نمیدونم من قطع شدم یا شما قطع شدید. نمیدونم ولی یه 10-15 ثانیه‌ای نداشتیم همون. آره. خب پس ما در واقع اومدیم تعریف سرویس کردیم. اول گفتیم یه سرویس بی تو بی داریم، یه سرویس بی تو سی داریم که قراره در کنار یک شبکه‌ای از هاب ها یک در واقع شبکه مراکز پردازش درست بکنیم. گروهی از مشتریان داریم که لزوما مشتریان آنلاین نیستن. ممکنه مشتری سنتی و فروش آفلاین باشه. پس ما خودمون رو محدود به گروه مشتریان آنلاین نمی کنیم. تلاش میکنیم که مشتریان آفلاین رو به سمت آنلاین سوق بدیم که بتوانیم سرویس بهتری بهشون بدیم و سرعت بیشتری بدیم. ایفا به عنوان دستیار لوجستیکی کسب و کار خودش رو معرفی میکنه. ما به مشتری میگیم تو فقط بفروش. از لحظه ای که کالات قرار از انبار من خارج بشه تا به دست مشتری نهایی تو برسه، این پروسه رو به ما بسپار. خب این پروسه خیلی پروسه پیچیده ایه. یعنی دوستانی که کار فروش انجام میدن و انبار دست خودشون هست میدونن که این کار چه سختیایی داره. چه قرار باشه کالا به صورت پارسل تولید بشه ارسال بشه، چه به صورت بار FTL یا LTL ارسال بشه برای کارخونه ها یا برای تولید کننده ها عمده یا مشتریان عمده. خب کلا پروسه پیچیده ایه
و با صنعت لوجستیک ما که عمدتاً بخشش سنتیه، بخشش رو به در واقع مدرن شدن و دیجیتال شدن پیش میره، مچ کردن این بیزینس ها با هم کار سختیه. من از یک سمت یک مشتری دارم که سلر دیجیکالاست، انتظاراتش مبتنی بر SLA دیجیکالا میشه، یعنی دلیوری تایمش به مرکز پردازش دیجیکالا براش اهمیت حیاتی داره، چون اگر با تأخیر به دیجیکالا بدعادتش کرده به اصطلاح. اتفاقا ما اگه بخوایم رو SLA بریم و نظمو بگیریم خیلی خوبه، ولی این سختی کار همینجا میشه. من چون تو شبکه تیپاکس با سلر دیجیکالا کار میکردیم، از رشت کالا رو بخواست ارسال کنه مرکز دانش، تایم گرفته بود که توی این ساعت به مرکز دانش کالاش تحویل بشه. خب این حالا تو شبکه لوجستیکی کالا از رشت میخواست بیاد برسه تهران، ماشین حمل توی راه یه اتفاق میافتاد 2 ساعت با تأخیر میرسید، 2 ساعت به تأخیر، هاب با تأخیر پردازش میشد، ارسالش توی لاست مایل با تأخیر انجام میشد، سلر جریمه میشد. حالا این وسط من دیجیکالا خارج از SLA میخوام به یک سرویسی از مشتریم رو پرداخت بکنم، مشتری اند یوزر ناراضی، سلر ناراضی، این وسط کی مقصره؟ کوریر مقصر میشه. چرا؟ چون یه راننده یه اتفاقی تو مسیر براش میفته. پس ببین ما با یه سری در واقع پیچیدگی ها مواجهیم که به این سادگی که مشتری فکر میکنه قابل حله واقعا قابل حل نیست. ما هر چقدر تلاش بکنیم سرویس رو، سطح سرویس رو برسونیم به بالای 95% نزدیک 100، با یک سری عوامل روبرو میشیم که خارج از کنترل میشن. شرایط جاده‌ای، شرایط جوی، شرایط ترافیک توی تهرانه. توی تهران غرب تا شرقش 3 ساعت 3 ساعت و نیم و هم ممکنه شما تو ترافیک باشید. خب حالا میخواد شما لاست مایل توزیعی رو روی یه زمانبندی خاص رعایت بکنید که روی SLA متعهد باشید. خب اینجا کی ضرر نهایی رو میکنه؟ گیرنده و فرستنده کالا. خب حالا برگردیم توی سوال شما. ما وقتی که میخوایم این سرویس ها رو برای مشتریانمون تعریف بکنیم، یه سم سلر دیجیکالا رو داریم که داره با API و وب‌هوک به ما وصل میشه کار میکنه. یه سمت فروشنده رو داریم که توی با سلام داره کار میکنه، میخواد شیپ بای سلر انجام بده، مستقیم به گیرنده کالا رو ارسال بکنه. یه سمت سایت هایی رو داریم که با در واقع ووکامرس میخوان به ما وصل بشن. میدونید یعنی با یه طیف متنوعی از مشتریان با نیازهای مختلف، فرهنگ‌های رفتاری متفاوت و یه قشرم که مشتریان کاملا سنتی. من مشتری دارم عمده فروش بازار تهران، کالاش رو توی فولفیلمنت سنتر میخواد بذاره، یعنی توجیه شده که این کار براش بصرفه‌تره تا بودن در بازار تهران و انبارش یه مغازه زیرپله‌ای توی شهر. میگه من کالامو میدم به یه فولفیلمنت سنتر یا یه مرکز پردازش، سفارش هم میاد از یه شهری توی ایران. خب این سفارشی که توی شهری توی ایران میاد، من از عمده فروش بازار نمیتونم انتظار داشته باشم با API برای من سفارش تو بفرست. میتونم برم به این سمت که آنلاینش بکنم، یادش بدم، آموزشش بدم، ولی توی شروع قطعا شدنی نیست. پس باید یک امکانی، اگر میخوام مشتریم رو طیف گسترده‌ای از در واقع فروشندگان قرار بدم، باید دسترسی رو برای همه امکان پذیر بکنم. خب ما توی ایفا این کار رو کردیم، در واقع 2 سال گذشته روی یک پنل و پلتفرم کار کردیم که بتونیم به طیف گسترده‌ای از مشتریان این سرویس رو بدیم. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که ما داریم در واقع مراکز پردازشمون رو در قالب یک ابر فولفیل در ایران توسعه میدیم. این خب سرویس جدیده، امیدوارم که مدلی که داریم کار میکنیم از خوبی بگیریم. به چه صورت کار میکنه؟ من فروشنده کالام رو به جای اینکه از یک مرکز پردازش، اینا میخواد تو سوالای بعدی بپرسم جوابشون رو بدم، چون فکر کنم همه سوالات شما رو من ممکن زیاده گویی بکنم. هر جا احساس کردید دارم، هر جا احساس کردید که خارج از موضوع شد شما بگید. من یه مقدار دارم خودم مثل مخاطبا یاد میگیرم ازتون بی‌تا. خواهش میکنم.
توی این مدل کاری که میکنیم پیشنهاد در واقع جایگذاری کالای مشتری رو تو مراکز پردازش مختلف میدیم. اگر شما فروشنده تیوی شاپ باشید، فروشنده کالایی باشید که کال سنتر دارید، تک کالا یا نهایتا 5 یا 10 آیتم کالا داشته باشید، بیشتر یه مقدار پردازشش سخت میشه. کالای شما تو مراکز پردازش مختلف توی ایران قرار میگیره. چه نفعی داره این کار؟ ما کالای شما رو توی یک هاب از شما تحویل میگیریم. شما فرض کنید یک تولید کننده هستید در تهران، دارید مثلا یه مدل تیشرت یا پوشاک ورزشی تولید میکنید تو سایز مختلف. من میگم شما کالات رو به صورت پالت و بالک در هاب تهران به من تحویل بده. اگر بتوانید به من پیش بینی بدهید که سایزهای مختلف کالاتون با رنگ بندی های مختلف در مراکز پردازش من به چه صورتی قرار بگیره که در واقع رشد فروش شما رو کمک بکنه که چه بهتر. اگر نه ما کالا رو با یه تقریب اولیه تو مراکز پردازش مختلف قرار میدیم. اوردری که به ما میرسه بسته به اینکه چه لوکیشن و چه مقصدی داشته باشد، از نزدیکترین مرکز پردازش اون اوردر رو آماده سازی و ارسال میکنیم. چند تا اتفاق مثبت میفته. هزینه لوجستیکی گیرنده یا فرستنده کاهش پیدا میکنه. خب توی فروش ما یک جایی میگیم آقا هزینه با فرستنده است، یه جایی میگه گیرنده میگه من هزینه رو میدم. حالا اگر ما از 4 مرکز پردازش ارسال بکنیم پس قطعا هزینه ارسال کاهش پیدا میکنه. اتفاق دومی که میفته دلیوری تایم یا زمان تحویل مشتری کاهش پیدا میکنه. من اگر قرار باشه کالایی رو از مشهد به شیراز ارسال بکنم تو حالت خوشبینانه 48 ساعت تا 72 ساعت اگر اتفاق خارج از کنترل نیفته کالا طول میکشه تا برسه به شیراز. خب 3 روز اینجا ما زمان داشتیم، یعنی دیگه به علاوه 3 4 روز مشتری منتظر میمونه تا کالا برسه. من میام به مشتری پیشنهاد میدم کالا رو در مرکز پردازش شیراز قرار میدم. توی شیراز من میتونم سرویس سیم دی تعریف بکنم یا نهایتا سرویس نکست دی بسته به هزینه. حالا اینجا اگر مشتری سرویس سیم دی بخواد صبح تا ساعت 12 سفارش گذاری کالاش رو توی سایت فروش یا فروشگاه مشتری انجام میده، میتواند همان روز کالاش رو دریافت بکنه. خود این یه مزیتی داره. توی یک سری فروش‌های هیجانی ممکنه مشتری از خرید منصرف بشه اگر زمان دلیوری تایم طولانی بشه. هر چقدر ما زمان تحویل رو کوتاه بکنیم امکان انصراف مشتری از خرید و عودت مرسوله کاهش پیدا میکنه. بله الان اینجا پس ما عودت رو هم کاهش دادیم. بله در معادله‌ای که سلرهای دیجیکالا میدونن، در معادله بای باکس دیجیکالا که مشابه بای باکس آمازون و خیلی از مارکت پلیس های مشابه، یکی از فاکتورهایی که یک فروشنده در برابر رقباش اون بای باکس رو میگیره سوای قیمتش که معمولا قیمت پایینتری، امتیاز عمل کردش که وابسته به اینه که تأخیر و لغو سفارشش کم باشه و چیزای از این دست. یکیش هم همین لید تایم ارسال، اون ارسال از چند روز کاری بعده و بسیار به قول شما موثر در انتخاب یا نهایی کردن کالایی که یک مشتری در واقع میخواد انتخاب بکنه و بخره. حالا سوال من اینه، میخوام یه بار برداشت خودم رو چک بکنم. پس شما در ایفا به قول معروف بیشتر روی مید مایل کار میکنید، یعنی تیپاکس، تینکس یا باقی چیزا میرسونن به شما و شما مید مایلید و لست مایل باز با بقیه است، یا آیا شما در فرست مایل و لست مایل هم کاری میکنید برای سلر؟ ما سرویس های مختلفمون رو در هولدینگ به شرکت های مختلف واگذار کردیم. یعنی اگر که میگیم سرویس در اون شهری داریم شرکت تینکسمون فعالیت میکنه. اگر میگیم برون شهری داریم تیپاکسمون فعالیت میکنه. اگر مید مایل داریم شبکه هاب های کشوریمون زیر نظر افراز پایانه فعالیت میکنن.
ارتباط بین هاب ها و در واقع این ارتباط ایجاد شده تو شبکه هاب هاییمون رو شرکت تمکومون فعال مدیریت میکنه. ایفا صرفاً مرکز پردازش کالا برای فروشندگان است. چه فروشندگانی که در تیپاکس ارسال دارند، چه فروشندگانی که با دیجی کالا کار میکنن، چه فروشندگانی که با سلام کار میکنن یا با هر مارکت پلیس دیگه، یا در فروشگاه سنتی خودشون در بازار، یا در کانال های اینستاگرام یا واتساپ. جمع آوری به چه صورته؟ بسته به انتخاب مشتریه. یعنی ما کاری که کردیم اجزای قیمتیمون رو شکستیم. نمیایم یک سرویس رو به اجبار به مشتری بدیم. میگیم مشتری سرویس من جمع آوری در به پلاک داره، تو جمع آوری رو میخوای؟ توی ایفا من اینو میگم. اگر جمع آوری رو بخواد، خب تیپاکس میتونه این کار رو انجام بده، کالا رو جمع آوری بکنه. خود این دوباره چند تا بازی داره. من میخوام توی ایفا پارسل از مشتری دریافت بکنم، میخوام بالک دریافت بکنم، میخوام پالت دریافت بکنم، میخوام از کارخونه کالا رو مستقیم دریافت بکنم توی یکی از مراکز پردازش جایگذاری کنم، بسته‌بندی کنم، ارسال بکنم برای مشتری نهایی. میدونید چون ترکیبی از سرویس های مختلفه، نمیتونیم با یک قطعیت بگیم که کدام سرویس رو کدام شرکت میده. یه جایی توی لاست مایل تینکس کار میکنه در تهران، یه جایی توی لاست مایل من الوپیک کار میکنه. بسته رو تیپاکس از بوشهر میاره تهران به ایفا تحویل میده. 20 تا کارتون. مشتری میگه آقا من 20 تا کارتون دارم، دادم تیپاکس، تهران به تو تحویل بگیر. من تهران تحویل میگیرم. بسته میاد لیبل گذاری میشه، یا توسط مشتری لیبل گذاری شده یا توسط ما لیبل گذاری میشه. جایگذاری میشه تو قفسه های ما. اگر کالا بی تو سی باشه میره تو قفسه، اگر کالا بی تو بی باشه توی رک پالت ها و قسمت بالک پالتمون اونجا قرار میگیره. خب مشتری این رو دوباره یا به صورت بی تو بی به یک مشتری عمده میفروشه، میگه من پالت آوردم پالت میبرم. این مدل چی میشه؟ انبارداری های سنتی که تو شورابات هست فراوون. من مشتری رو از دست نمیدم. مشتری انبارداری رو تبدیل به مشتری فولفیل میکنم. میگم تو بی تو بی کار میکنی، پالت تو بیار. حالا میخوای من برات پالت تو باز بکنم، از پالت 3 تا کارتون برای مشتری خوردتم بفرستم. یه جایی ما لازم سولوشن رو به مشتریمون بدیم و نیاز رو براش ایجاد بکنیم. کمک کردن به مشتری، جرقه هایی که براشون ایجاد میکنه توی ذهنشون، کمک میکنه به توسعه فروششون. قرار نیست من فقط کوریر باشم، قرار نیست من فقط یه مرکز پردازش باشم. من باید بتونم از اون دانشی که دارم مشاوره فروش هم بدم که توی این مشاوره پارسل ایجاد بکنم، یا پارسل ایجاد میکنم برای پست، برای تیپاکس، برای تینکس، برای الوپیک، برای ماهکس، برای چاپار، یا میام سرویس LTL FTL درست میکنم برای تمکو یا برای باربری. ما الان مشتری داریم میگه آقا من 10 تا پالت برات میارم، 2 تا پالت منو با باربری فلان بفرست آبادان. من باید به مشتری بگم نه من نمیفرستم، قطعا این کار نمیکنه. چرا؟ چون سیاست ما پارسل جنریتور بودن، سیاست ما کار کردن با کوریرهای مختلف بسته به نیاز مشتریه. اگر من بخوام خودم رو محدود بکنم به چارچوب هایی که توش هستم، قطعا یه سری مشتری ها رو نمیتونم جذب بکنم. حالا مشتری ما الان داریم روزی 400 تا بسته ارسال میکنه، میگه آقا فلان شهر من یه پیک مثلا محلی صحبت کردم، بستمون میتونه اون پیک برام توزیع بکنه. پسر خاله شد اوکی. API میتونه به من بده که من راهگیری رو کامل تا انتها بهت نشون بدم. ازش میگیرم بسته رو، مید مایلش رو، فرست مایلش رو با تیپاکس، تی هاب یا هر شرکت دیگه انجام میدم
لاست مایلش رو تحویل به یه شرکت توزیعی میدم که مشتری خواسته. خب ببینید ما الان توی فرست مایل و لاست مایل انتخابا محدوده ممکنه، ولی به این شکلی نگاه بکنیم که توی یه شهر یه کوریر خوب عمل میکنه، یه کوریر بد عمل میکنه. من توی ایفا بتونم به کوریر امتیاز بدم، یعنی بگم که امتیاز ماه گذشته مثلا کوریر 1 یا کوریر 2 در شهر مشهد این رنک بالاتری داشته. این حالت خوشبینانه است. حالا من فروشنده وقتی که میخوام کوریر اون شهر رو انتخاب بکنم، بسته به امتیاز، بسته به پروموشن، بسته به آفری که کوریر میده، ما همین الان این کار داریم تو ایفا میکنیم. میگیم که فلان شهر، فلان استان از تاریخ 15 شهریور تا 20 شهریور 5% آفر داره. این 5% آفر رو توی تایم مشخص من به فروشنده کالا که بسته‌شو توی ایفا داره پردازش میکنه میدم، به صورت کشبک برمیگردونم کیف پولش رو شارژ میکنم. چه اتفاقی میفته؟ مشتری در لحظه‌ای که بسته‌اش پردازش میشه از درب مرکز پردازش تحویل کوریر میشه و خارج میشه، نتیجه اون انتخابش رو توی کیف پولش میبینه. این رو از کی میگیرم؟ از کوریر میگیرم. میگم مشتری کوریر تو رو انتخاب کرد، به واسطه این بهش پروموشن بده. خب اگر بخوام خودم رو محدود بکنم فقط به تیپاکس، پروموشن دیگه معنایی نمیده. پست رو میارم، الوپیک رو میارم، تینکس رو میارم، اسنپ رو میارم، ماهکس رو مذاکره میکنم بیاد، چاپار بیاد. تو این فضای رقابت معنا پیدا میکنه. یکی از صحبتایی که چند وقت پیش توی سیستم هولدینگ شده بود، آقای دکتر فاخر میگفتن که ما بیایم رقابت همکارانه داشته باشیم. این خیلی جمله قشنگیه. من فکر میکنم ما داریم این کارو توی ایفا میکنیم. تیپاکس شرکت خواهر ماست، ولی در یک رقابت همکارانه با بقیه کوریرها وزن میگیره و مشتری انتخاب میکنه. مشتری 100% ارسالش پسته یا 100% ارسالش تیپاکسه. توی ایفا میاد اگر هر کوریری در یک لاست مایلی یا در یک فرست مایلی یا در یک مید مایلی ضعفی از خودش نشون بده، خیلی سریع این مشتری واکنش نشون میده. چه اتفاقی میفته؟ یا باید از ایفا برود چون لاست مایل خوب نبوده است، یا باید لاست مایلش عوض بشه. خب ما برای اینکه مشتری برامون مهمه نمیخوایم مشتری فولفیلمون رو از دست بدیم، تو شروع کارمون هستیم، تو روند توسعه هستیم، میایم انتخابای مختلف جلوی پاش میذاریم. اتفاقی که افتاده توی این مدت، تقریبا ما الان 4 ماه از اردیبهشت ما سرویسمون رو باز کردیم برای مشتریان بیرون از هلدینگ و داریم جذب مشتری میکنیم. روند رو به رشدی داشته، چون در واقع اومدیم کمک کردیم به مشتریانمون که بتونن توزیع بهینه داشته باشن. و خب حالا بحث‌های دیگه‌ای هم توی ایفا هست به عنوان سرویس هایی که به مشتریان میدیم که حالا به وقتش من سرمش خدمت توضیح میدم. خیلی شیرین حرف میزنید. منو برگردوندید به دوره‌ای که توفیق داشتم این مراحل رو از نزدیک، به ویژه در دوره‌ای که تیهاب تازه راه افتاده بود، اون مرکز پردازش معروف تیپاکس که اتفاقا نزدیک انبار دانش دیجیکالا هم هست یه جورایی. منو بردید به اون روزا. حیف وقتمون محدوده. 2 سوال دیگه میخوام بپرسم. یکی این که از دید یک مشاهده‌گر حرفه‌ای در حوزه لوجستیک، چون راستش اینه من توفیق اینو داشتم در فیلدهای مختلفی کار بکنم به واسطه اینکه در حوزه محتوا و ارتباطات کار کردم و به نظرم یکی از سخت‌ترین صنایع که خیلی ازش پا پس میکشن انصافا صنعت لوجستیک، پر از دردسر، پر از در واقع چالش هایی است که باقی صنایع باهاش خیلی ارتباطی نمیگیرن، خیلی ازش خبر ندارن بهتره بگم. به عنوان یک مشاهده‌گر حرفه‌ای در ایفا، مهمترین مسائلی که پرتکرار میبینید در گرفتاری فروشنده ها و ارسال کنندگان بسته به طور کلی، اگر بخواید یه دسته‌بندی به قول معروف پرتو چارتی بدید، مهمترین ها رو بگید، چیا میبینید؟ و سوال آخرم هم درباره برنامه توسعه ایفا خواهد بود. این بزرگترین چالشی که ما خودمون در تیپاکس هم باش مواجهیم
در ایفا هم من الان باش مواجهم به عنوان مشتری یک کوریر، چه تیپاکس، چه پست، چه شرکت های دیگه. بحث رعایت SLA و تحویل در لست مایله. این یه چالشیه که واقعا هنوز جای کار خیلی زیاد داره برای حل کردنش. خب هزینه های توزیع بالاست توی ایران. بالا بودن نرخ هزینه های توزیع مشخصا تو سیستم های کوریر که قیمت به صورت دستوری گاهن ممکنه کنترل شده نگه داشته بشه، باعث میشه که اون نفر نهایی که میخواد کالا رو تحویل بده دیگه SLA براش معنایی نداشته باشه. شما از یک همکاری که میخواد کار توزیع رو در گرمای 60 درجه بوشهر به عهده بگیره، یا آبادان یا اهواز، یا سرمای منفی 20 درجه تبریز تو زمستون، یه مقدار چالش فرهنگی میخوریم که ما انتظار داریم که آقا تو بسته تو 8 صبح به من میرسوندی، چرا نرسوندی؟ مصرف کننده یا گیرنده کالا هم همه دوست دارن بسته شون رو اولین تایمی که آزاد هستن بگیرن. اصولا دوست نداریم انتظار بکشیم. خب طبیعیه، منتظریم که بسته بیاد. خود من اگر با شرکت خودم کالا ارسال بکنم، تو شرکت نگرانم که بستم میرسه، کی میرسه، دیر نشه، کار دارم و میخوام برم، فعلا پیگیری کن ببین کی میاد. حالا خودمون رو بذاریم جای یه مشتری که تو خونه نشسته، توزیع کننده کی میرسه، کی خارج بشه، تو ترافیک باشه نباشه، روتش رو درست تحویل بده. چالشایی که سازمان تنظیم جلو پای کوریرها میذاره که اجازه نداری از در به پلاک وارد ساختمون بشی، دم در باید تحویل بدی. خب شرکت‌های دیگه‌ای هستن که در به واحد میان، خب ممکنه حالا مسائل خاص خودشون براشون ایجاد بشه، ولی میدونید درگیر یه سری مسائل این شکلی میشیم، این خودش منجر به نارضایتی میشه. نارضایتی که گاهن مثلا ما توی تیپاکس تعداد ارسالی که داریم یه عددیه، 150,000 بسته تا یه روز، 150,000 تا. خب منی که FMCG کار کردم یعنی 150,000 تا فاکتور روزانه. اگر شما با شرکت پخش آشنایی داشته باشید، تو شرکت پخش چه اتفاقی میفته؟ یه محصول تولید شده، ازش 20,000 کارتون، 10,000 کارتون، کارتون یک با کارتون 10,000 فرق نمیکنه. مثلا اگه شما پفک مینو بفروشی، کارتون یکت با کارتون 10,000 نهایتا اکسپایر دیتش متفاوت باشه که اونو تو فایف و لایفا باید توی انبار موقع خروج کالا دقت بکنن. ولی تو سیستم کوریری وقتی میگیم 150,000 بسته، 150,000 بسته یونیک، 150,000 گیرنده یا فرستنده یونیک که اگر یکی از اینها جابجا تحویل بشه، حیثیت شرکت از بین میره، منجر به شکایت میشه، منجر به نارضایتی میشه، تو شبکه‌های اجتماعی داستان میشه و جمع کردن اون صدای به این سادگی دیگه نیست، چون یه خسارتی به یک شخصی وارد میشه که حل کردنش ممکنه با یه جریمه خسارت پرداخت نقدی و اینها قابل برطرف کردن نباشه. پس بزرگترین چالشی که الان تو شرکت‌های کوریری و ما هم باش مواجهیم، اون بحث دلیوری تایم و لاست مایل. خب سلر دیجیکالا هم دقیقاً همینجا رو چالش داره دیگه. کالاش رو اگر توی اون تایمی که مرسوله رو با دیجیکالا قراری گذاشته تحویل نشه، چه اتفاقی میفته؟ یه جریمه سنگین تو پنل شارژش میکنه. خب جریمه با کیه؟ با من مرکز پردازش میشه، با فرست مایلی میشه که کالا رو دیر به تحویل مرکز پردازش داده که من دیر تحویل دیجیکالا بدم، میدونید، اگر موافق نداشته باشیم براش. پس من فکر میکنم ما یکی از اصلی ترین چالشامون توی لاست مایله که باید بتونیم حلش بکنیم. برنامه توسعه ایفا، ما تا پایان سال در واقع برنامه داریم که به غیر از تهران 6 مرکز پردازش دیگه‌مون رو فعال بکنیم در قالب همون ابر فولفیل که خدمتتون گفتم.
مشهدمون استارت خورده، مشهد داره کار میکنه، اصفهان رو به زودی فعال میکنیم، بعد از اون سراغ رشت، تبریز و شیراز میریم. یکی از کارهایی که من خودم دوست دارم انجام بدم به غیر از در واقع راه اندازی این 6 تا هاب یا 6 تا من چون توی تیپاکس میگفتیم هاب، اینجا باید بگیم مرکز پردازش، اینجا هاب نیست. این 6 هاب با تهران، خب کالای مشتری رو ما با یک در واقع شم بیزینسی فروشندمون بتونیم در واقع انبارش بکنیم. دلیوری تایمش در این شهر 6 شهر میتونیم سیم دی سرویس بدیم و در اکثر شهرهای ایران ما میتونیم در واقع توزیعمون رو برای مشتریانی که سرویس ایفا رو بخرن در این 6 شهر تبدیل به D/1 بکنیم. یعنی اگر من بیام شیراز مرکز پردازش داشته باشم، قطعاً شیراز به خود استان فارس و استان‌های اطرافش که مسیر لوجستیکی مشتریم تبدیل به D/1 میشه. اصفهان همینطور، تبریز همینطور، رشت همینطور و اینها برای ما در واقع یک سری مزیت‌ها خواهند داشت در مدیریت ارسال و مدیریت عدتی. من فکر کنم خیلی وقت نداشته باشیم، منم خیلی پرحرفی میکنم، میرم صحبتم گرم میشه دیگه ول نمیکنم. ما وقتی که مشتریمون مشتری COD باشه تو شبکه‌های لوجستیکی، COD یه حالت خیلی استقبال شونده سمت مشتری. ما وقتی که بیایم کالای داره COD رو توی 6 تا مرکز پردازش قرار بدیم، ارسال بکنیم با D/1، اتفاقی که برای سلر میفته، برای سلر اون کالای COD میفته اینه که گردش نقدینگیش بهینه میشه. خود همین 10 دقیقه صحبت فکر کنم دیگه وقت نداشته باشه. وقتمون متاسفانه کمه، ولی شما هم اینقدر شیرین حرف میزنید که راستش لوجستیک اینقدر مسئله مهمیه برای سلرها که ما حتما به فراخور گفتگوهای دیگری هم خواهیم داشت. من از شما قول میگیرم که ما در یه فرصت دیگری دوباره به نظرم میتونیم حتی تخصصی تر راجع به بحث موضوعات تخصصی صحبت خیلی میشه. بله، به نظرم این در واقع گفتگوها میتونه کمک بکنه که خیلی موقعها یه فروشنده بتونه به قول شما فرایندهاش رو بهینه بکنه، به جای اینکه هزینه بیشتری بکنه، دردسر بیشتری بکشه، جریمه لغو و تأخیر سفارش بخوره بهش از دیجیکالا و جای دیگه یا چیزای از این دست، بتونه فرآیندش رو بهینه بکنه. حالا اتفاقا میخوام به عنوان جمله پایانی بپرسم که آیا هدیه‌ای هم برای سلرها دارید؟ اگر بخواد در لایو سلریار بهشون بگید که ما برای شما یه تعداد یه هدیه‌ای داریم، یه قولی داریم، نمیدونم یه در واقع کمکی میتونیم بهتون بکنیم، چون الان کمپین بازگشت به مدرسه دیجیکالا شروع شده و خیلی از فروشگاه‌های آنلاین دیگه هم بازار بازگشت 19 میلیون دانش آموز و دانشجو به مدرسه و دانشگاه رو در واقع بازار جدی میدونن. شما برای این کمپین و برای سلرها آیا هدیه یا قولی داری؟ یه چیزی که خوشحالشون کنه؟ آره، اگر موافق باشید میتونیم یه پروموشن تعریف بکنیم برای کمپین سلرهایی که تو بک تو اسکول شرکت میکنن. ما در مرکز پردازش ایفا بهشون یک آفر بدیم، مثلا بگیم که ارسال 10 روز اولتون تا دیجیکالا رو ایفا به عهده میگیره رایگان، فقط پردازشش رو براتون انجام میده. یا بیایم بگیم که ما تو مراکز پردازشی که داریم کالاتون رو جمع آوری میکنیم، توی ایفا تهران فعلا یا مشهد پردازش میکنیم، تحویل به دیجیکالا میدیم. میتونیم آفرهای مختلفی براشون در نظر بگیریم برای دوستانی که سلر هستن. من واقعیتش منتظر دعوت از شما و همکاران هستم که تشریف بیارید مجموعه، اون قولی که داده بودم رو با همدیگه عملیاتی بکنیم و بتونیم از شما به عنوان اون هاب فروشندگان آنلاین ترکیبش با فولفیلمنت و کوریر یه سرویس جذاب درست بکنیم با هم دیگه
و اونجا قطعا کارهای بیشتری میتونیم با هم انجام بدیم توی پروموشن ها. حتما ما استقبال میکنیم. راستش یکی از افتخارات ما در سلریار هم اینه که از شهرهای مختلفی کاربر داریم و خیلی موقع‌ها یه فروشنده در یه شهر کوچک اینقدر مسلط به پنل فروش دیجیکالا یا پنل‌های دیگه‌ای داره، اینقدر محصول فنی یا طراحی سرویس ما رو خوب نقد میکنه که ما باورمون نمیشه یه فروشنده در یه شهر کوچیک یا حتی یه روستا اینقدر مسلط به فرآیند. ما در سلریار استقبال میکنیم از همکاری با شما در ایفا و مجموعه خوب فاخر و تیپاکس. امیدوارم که بشه تا دیر نشده حتی این کمپین رو تعریف کرد و از دو طرف بتونیم که با همین کار رو پیش ببریم. خیلی متشکرم. دیدم برای دقایقی استاد و رفیق عزیزم آقای دکتر فاخرم بودن توی لایو، امیدوارم باشن یا بعداً اگر دیدن. دوست عزیزم آقای حسین سهیلی همینطور، خیلی از رفقای عزیز ما در خانواده فاخر رو اینجا دیدم و برام باعث خوشبختیه. از شما هم خیلی ممنونم. امیدوارم که بتونیم واقعا این بحث رو یه بار دیگه در فرصتی دوباره ادامه بدیم، چون مسئله لوجستیک و فولفیلمنت مسئله‌ای نیست که هیچ وقت از دغدغه شب و روز سلرها در واقع کنار بره و در روزهای پیک مثل همین کمپین شهریور که مسئله خیلی مهمتری هم میشه. اگر حرفی در واقع به عنوان حرف پایانی دارید بفرمایید که میتونیم کم کم این گفتگوی خوب رو به پایان ببریم. ممنونم از دعوت شما. از همکاران خوبتون تشکر میکنم در مجموعه سلریار. بسیار کار زیبایی کردید. امیدوارم به زودی شما رو در مجموعه ایفا و هلدینگ فاخر ببینیم و بتونیم با هم همکاری مشترک رو شروع کنیم. منم سپاسگزارم. سلام ما رو به دوستان عزیزمون برسونید. مشتاق دیدارتون هستیم. از همه مخاطبان عزیز سلریار هم تشکر میکنم. این لایو و لایو های قبلی بلافاصله بعد از برگزاری در اینستاگرام و کانال های آپارات و یوتیوب سلریار منتشر میشن. امیدواریم مهمان بعدی ما شماها باشید به عنوان سلر، به عنوان خدمات دهنده به سلرها و هر کسی که تجربه یگانه او در کسب و کار میتونه به عنوان یک کلید یا سرنخ به بقیه کمک بکنه که برداشت خودشون و ثمره خودشون رو داشته باشن. آقای سیدرضا آیتی از ایفا خیلی ممنونم و از همه عزیزان خدمات دهنده در بخش سخت لوجستیک هم تشکر میکنم. به ویژه در دوران کرونا بیشتر به چشم آمد که اگر این عزیزان زحمتشون نبود شاید زندگی بیشتر از اون چیزی که کرونا به ما تحمیل کرد مختل میشد. ما پنجشنبه ساعت 2 9 شهریور با آقای محمد کنی CTO سلریار راجع به مسائل فنی اداره پنل فروش دیجیکالا صحبت خواهیم کرد. یک لایو آموزشی داریم. لایوهای قبلی ما رو هم میتونید ببینید. از همه تشکر میکنم، از شما هم آقای آیتی، و امیدوارم که لایوهای بعدی ما رو هم ببینید. سپاسگزارم. وقت همگی بخیر. تا یک لایو دیگه از سلریار. شب شما هم بخیر. خدا نگهدار. شب بخیر. خدا نگهدار. خدا.